راز بقا In the secret بگه. شیر نر ماده پلنگی را در دور دست ها تحت نظر گرفته تا در موقعیتی مناسب به دور از چشمان همسرش ماده شیر به پلنگ شماره تلفن بده. Lion moching the panther and phone number قفل in the wife. شیر نر کاملا بر روی ماده پلنگ قفلی زده است. Looking like the mother panthers and قفلینگ. بی خبر از آنکه همسرش آهسته آهسته از پشت سر به او نزدیک و نزدیک تر می شود. بنده خدا I don't know the wife پشت سر. لحظه بدبختی و مچگیری شیر نر فرا رسیده است. In the very بدبخت مچگیرینگ. طبق گفته بومیان گواتمالا شیر نر از آن روز به بعد به جای شکار بوفالو در خانه لوبیا سبز پاک می کند. In the beach are hunting buffalo at home packing green lubia. راز بقا In the secret بگه. گله‌ای از آهوهای وحشی در یکی از دشت‌های گواتمالا در حال آشامیدن آب میباشند. بزغال مزغال از آشامیدنینگ the water. ماده شیری گرسنه هم در آن سمت کمین کرده و افکار پلیدی در ذهن خود دارد. Lions very hungry and the تفکرات and the پلید. ماده شیر بسیار شیک و مجلسی همچون کریم تیز آهسته آهسته نزدیک تو می شود. Very chic and مجلسی and slowly in the hand. گواتمالا مرکز رو میشم. آماده برای انجام عملیات. کپتن گواتمالا فورتیکا. گواتمالا مرکز رو میشم. عملیات با موفقیت انجام. Good job کپتن گواتمالا. قوت پهلوان خسته نباشی قهرمان. راز بقا A secret بقا. قدرت آقا کانگورو از گونه کانگوروهای گولاخ گواتمالا به شمار. مستر قدرت کانگورو and the very گولاخ and the photogenic in the گواتمالا. قدرت آقا کانگورو روی عضلات کول، سرشانه و پشت بازوی خود بسیار کار کرده و خود را کاملا برای مسابقات 2017 بادی کلاسیک گواتمالا آماده کرد. مستر قدرت ماسل پشت بازون سرشاننده the gold beautiful tournament body classic in the گواتمالا. عده‌ای از کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که اگر او روی عضلات سینه و سیسپک های خود نیز کار کند میتواند بعد از آرنولد شوارزنگر روی سکوی قهرمانی بایستد. Mr. Kangaroo and the muscle six pack and senior powerlifting after Arnold Schwarzenegger in the name of God گواتمالا. راز بقا سکوت بقا. زمانی که ما و تیم فیلمبرداری نشنال جئوگرافیک این صحنه را که 8 شیر نر بالغ با هم تصمیم به شکار گرفتند را دیدیم با خود گمان کردیم تومه حتما حیوانی بسیار عظیم و جسته همچون فیل، کرگدن یا دسته بوفالو میباشد. نشنال جئوگرافیک لایونز هانتینگ بوفالو مفالو. همانطور که میبینید تومه یک بچه آهو به اندازه تخم مرغ شانسی یا نهایتا یک کلوچه گردویی به وزن 250 گرم میباشد. لایونزبری خاک بر سر هانتینگ تخمق چانسه. پروردگارا همه چیز در این دنیا عوض شده. همه موجودات اما از انسان و حیوان رد داده اند. سلطان جنگل همستر شکار می کند. دخترها پلنگ و پسرها یوز پلنگ شده اند. خودت رسیدگی. In the name of God بارولها everybody riding king of the jungles hunt hamster please